خب مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان که تو وبینار حضور دارن. ما در پی سلسله وبینارهایی که در حوزه بررسی بازار ترکیه داشتیم، توی وبینار اول راجع به کلیات بازار ترکیه، روش‌های مختلف ورود به این بازار صحبت کردیم که آبان جان و ندای عزیز زحمت کشیدن، توضیحات خیلی خوبی رو در این حوزه به ما دادن. مجموعه آی ام لاین که بسیار فعال در بازار ترکیه داره فعالیت میکنه به عنوان یک مجموعه مارکتینگ بین الملل و به کسب و کارهای ایرانی کمک میکنه که به بازار ترکیه ورود بکنن و حتی از ترکیه به عنوان یک پایگاه برای ورود به بازارهای دیگه بین المللی استفاده بکنن. گفتیم خوبه که در جلسات بعدی که میخوایم راجع به این موضوع با هم گپ بزنیم بیایم یه ذره ابعاد موضوع رو جزئی تر و حالا هر موضوع رو در یک وبینار راجبش گپ بزنیم که بشه یه ذره بیشتر باز بکنیم. و اولین وبینار رو اختصاص دادیم به شرایط گمرکی کالاها برای ورود به بازار ترکیه که به حال کالاهای مختلف شرایط متفاوتی رو دارن. با توجه به تجربه دوستان در این حوزه گفتیم که زحمت بکشن راجع به این موضوع بیشتر برامون توضیح بدن. آبان جان میخواین شما هم دیگه حالا یه توضیحاتی بفرمایید و بعد شروع کنیم. مرسی. شب همگی بخیر باشه. سلام میکنم به همگی عزیزانی که وقت گذاشتن و امشب هم توی این وبینار شرکت کردن. مرسی از شما که مجددا این فضا رو ایجاد کردین، این فرصت ایجاد کردین که بتونیم در واقع در خدمت دوستانی باشیم که تمایل به بحث‌های توسعه بازار دارن. خیلی سریع میریم سر اصل مطلب. با توجه به صحبت‌هایی که قبلا داشتیم و تأکیدی که ما داریم برای مباحث ورود به بازار بین الملل و موضوعات توسعه بازار، بلاخص حالا در حال حاضر متمرکز هستیم روی ترکیه. یکی از مواردی که خیلی باهاش درگیری داریم، یعنی از دوستانی که مراجعه میکنن متاسفانه از هر شاید بگم 10 نفر 6 الی 7 نفر مواجه با این موضوع میشن و البته که راهکارهایی وجود داره و این به معنای تمام شدن راه ورود نیست، اما بهتر دیدیم که یه مقدار راجع به این موضوع بیشتر و تخصصی تر بحث بکنیم که عزیزانی که تمایل به بحث ورود به بازار ترکیه دارن بتونن خیلی راحت روی برنامه‌ریزی هزینه هاشون روی هزینه برنامه‌ریزی کنن، به این علت که به لحاظ جذابیت ممکنه خب برخی از کالاهایی رو ما سراغ داشته باشیم که یا به صورت ماده خام یا به صورت تامین زنجیره تولید یا به صورت پروداکت نهایی خب خیلی جذابیت دارن اینا برای به خاطر قیمت تمام شدهشون توی ایران برای بازار ترکیه. اما اکثرا موقعی که ورود میکنن به این قضیه قیمت نهایت FOB رو دارن، یعنی تمام شده ایران رو دارن و این باعث میشه که یک سری خطاهایی تو مبحث رقابت پذیری ایجاد بشه، تو مبحث هزینه های برنامه‌ریزی هزینه ها انجام بشه و با توجه به فرایند بسیار پیچیده‌ای که توی بحث گمرک ترکیه وجود داره و قوانینی که تقریبا به صورت روزانه بعضیش داره عوض میشه و حتی ما بوده که در طول یک ماه 2 بار مجبور شدیم برای یک موضوع و برای یه اشس کد بخوایم اینا رو چک بکنیم. به همین علت یک فرایند و روالی رو برای امشب در نظر گرفتیم که توضیح بدیم و دوستان رو بیشتر آشنا کنیم با این مبحث. یکی از مشکلاتی که اگر بخوایم این فرآیند رو در واقع نادیده بگیریم هم پیش میاد بحث رقابت تو بازاره. یعنی همونجور که عرض کردم خدمتتون شاید بعضی از محصولات به لحاظ قیمت تمام شده‌ای که داخل ایران هست جذابیتی داشته باشن، ولی موقع ورود به بازار ترکیه به خاطر هزینه‌ها و مجوزها و حتی موانع غیر تعرفه‌ای که براشون وجود داره، اینها در واقع شامل هزینه‌هایی میشن که مزیت قیمتی رو از دست، رقابتی رو از دست میدن. حالا اینجا باز راهکار وجود داره که به چه صورت میتونیم وارد کنیم که شامل این تعرفه ها نشود و یا به چه صورت میتونیم از بازار ترکیه استفاده کنیم برای بازارهای دیگر که اون از مبحث امشب خارجه.
برای شروع بحث من یه مروری میکنم روی فاکتورهایی که توی بحث ترخیص کالا و مباحث گمرکی به شدت توی هزینه ها و توی رویه ها تاثیرگذار هستن. به طور خلاصه نوع کالا و اون در واقع کد رجیستری که حالا به عرف بازار گمرک HS کد هست خیلی مهمه. اکثرا HS کد ها مشخصه، اما بعضا اگر HS کد هم حتی مشخص نباشه و یا حتی کد رجیستری نداشته باشه، اون مقوله دیگریه که در ابتدا باید رفت و اون رو ایجادش کرد. اما اگر که دوستان بدونن که کد رجیستری خودشون در واقع تو چه حیطه‌ای هست، این اولین گامی هست که میشه بهش ورود کرد برای شناسایی مابقی هزینه ها، که خب این بسته به نوع کالا و نوع طبقه بندی کالا متفاوته. بعد از اون میرسیم به موضوع مبدأ. کشور مبدأ به خاطر قوانین و توافقات تجاری زیادی که ما ترکیه داشته، کشور مبدأ خیلی خیلی اهمیت داره. برای مثال صدای من نویز داره یا فکر میکنم بلندگوی شما بخوام شما ببینید، حالا من یه مثالی در مورد موقعیت مبدأ میزنم. برای مثال ترکیه با چین یک سری تعرفه های، یک سری توافقاتی ممکنه داشته باشه تو مبحث نساجی، که در واقع پوشاک که داره از نساجی، پوشاک که از چین وارد میشه، گمرکش ممکنه اون تعرفه گمرکیش 5% بخوره، ولی همون پوشاک اگر قرار از کشور آلمان وارد بشه، برای مثال دارم میزنم، اینا واقعی نیستن، ممکنه 10% باشن، 10% باشه. حالا همون پوشاک رو شما فکر کنید به صورت پارچه است و ترکیب در واقع نخی که داخلشه، بخشی از اون برای مثال در ویتنام بوده، یعنی از نخ ویتنام در بافت اون پارچه استفاده شده. اینجا لازمه که اسناد مدارکی ارائه بشه که اون مبدأ میشه جایی که ارزش افزوده نهایی، یعنی اون سرویس آخر روی محصول قرار داده شده، اونجا رو مبدأ قرار میدن که ثابت بکنه که در واقع آخرین سرویس روی کشور چین بوده و از اونجا مبدأ رو حساب بکنن، وگرنه میتونه در واقع اون ارزش 5% رو از دست بده و اون مزیت 5% رو از دست بده. آبان جان، حالا جلوتر راجع به اینا اگر سوالی بود. آره، با توجه به اینکه حالا بیشتر از ایران مد نظر هستش، آیا همچین تفاهم‌هایی با ایران هم وجود داره؟ 100% بله هست. البته ما به همون اندازه که توافقاتی وجود داره، حالا جلوتر ندا جون به این بحث بیشتر میپردازه، به همون اندازه ما HS کد هایی رو داریم که خب تحریم ها رو شامل میشن، یعنی اینها نمیتونه وارد بشه. به خاطر همین میگم آخرش میگیم که راه حل دارد، اما خب راه حل رو باید، چون همین الان منشأ کالا رو تعریف کردن که خب خیلی از کسایی که در واقع دارن مشکل پیدا میکنن، یعنی ما حتی بعضا برای بعضی از کالاها وقتی منشأ ایران تعریف میشه، باید با قوانین ایران وارد خاک ترکیه بشه و خود همین به خاطر نوع بسته‌بندی میتونه که اگر که به صورت محصول B2B نباشه و به صورت محصول B2C باشه، همین میتونه تاثیرگذار باشه روی شلف و در واقع تاثیر روی فروش بذاره، که چون قوانین ترخیص ایران برای پاکت و بسته‌بندی مثل خود ایران یه بخشی باید اون جدول سبز ارزش غذایی اینها لحاظ بشه. من خیلی خلاصه میخوام برم تا آخرش که بتونیم یه جمع بندی از این موارد بزنیم و بعد از صورت جزئی بهش بپردازیم. همین بحث توافقات تجاریه که اشاره بهش کردم که خب به خاطر توافقات تجاری ترکیه، بسته به اینکه این داره از کجا وارد میشه خیلی موثره و اینکه آخرین سرویسی که اون پروداکت انجام شده کدوم کشور هست، این رو هم باید در نظر گرفت. و بعد از اون میرسیم به بحث مقررات خاص که در واقع حالا ما بهش میگیم که موانع غیر تعرفه‌ای که حالا جلوتر ندا بهش میپردازه و محدودیت هایی که ممکنه برای بعضی از کالاها باشه.
از اینجا تو بخش نوع کالا و که با این فاکتورهایی که گفتم، کشور مبدأ، قوانین و مقرراتی که حالا شامل ایران بشه و به اضافه موانع تعرفه‌ای که وجود داره، حساسیتی به وجود میاد که میتونه در واقع خیلی روی کشف قیمت نهایی محصول در ترکیه موثر باشه. من تا اینجا رو در واقع بحث رو نگه می‌دارم. اگر که دوستان سوالی دارن و ادامه بحث رو با ندا جون پیش میبریم. بسیار عالی، ممنونم. دوستان اگر تا اینجای کار سوالی دارن بفرمایید، اگر نه که خب مثل که سوالی نیست. ندا جان بفرمایید شما. سلام عرض میکنم به همه دوستانی که ما رو تعقیب میکنن و پیگیر هستن بابت کسب اطلاعات در خصوص فعالیت‌های ما و همچنین شرایط تعرفه هایی که ترکیه هستش که حالا امروز بخوایم در خصوص مسائل گمرکیش مطرح کنیم، چه به صورت در واقع مواردهای دیگه‌ای که جلسات بعدی باشد. خدمتتون عرض کنم که یه مقدمه که آبان جان گفتن، ما خیلی از مواقع مشکل داریم با توجه به شرایط سوق و جشی که ما هستیم توی این چندین سال اخیر، به خصوص هر چیزی که روند تحریم ها سخت‌تر میشه و همون نسبت هم محصولاتی که از ایران میتونه وارد صادر بشه. حالا ما این بر چون توی خاک ترکیه هستیم میخوایم واردات به ترکیه رو در نظر میگیریم، ولی از ایران میخواد صادر بشه محدودتر میشه. به خاطر چی محدودتر میشه؟ همون بحث محدودیت نقل و انتقال مالیه در واقع که این رو تشدید میکنه. عملا وقتی صحبت میشه میگن که مواد غذایی و دارویی تحریم نیست، ولی وقتی که میرید سراغ حتی همون مواد غذایی هم بحث صادرات و وارداتش که در میبینی با 1001 تا مشکلات مختلف گمرکی برخورد میکنیم که عملا تا بیایم حبخان رستمش رو رد کنیم، بیاریم ارزشی که اون لحظه ای که میخوایم با توجه بینی با ارز هم معامله داره میشه و نوسانات ارزی هم روش دخیل هست، اون سودی که میخواست داشته باشه یه دفعه میبینی که خیلی از مجموعه ها به ضرر تبدیل میشه به خاطر اون زمان بازه زمانی که پولشون به نقدینگی مجدد تبدیل بشه و دستشون رو بگیره به این مسائل. حالا ما این مسائلیه که بعدها شاید بخوایم بهشون بپردازیم. الان در حال حاضر اگه من بخوام توضیحات بیشتری بدم، یکی از مواردش همون جوری که آبان جان گفتن حس کده. حس کد خیلی مهمه برای ما، چون دقیقاً به ما نشون میده که محصولی که ما میخوایم روش کار کنیم ابتدا به ساکن آیا جزء محصولات ممنوعه هست یا نیست و براش چه راهکاری میتونیم ارائه بدیم. اگر محصول ممنوعه نباشه که خب میریم توی مواردهای که چقدر گمرکیشه، چه شرایطی رو داره، مجوزاش چیا هستن و اینها. ولی وقتی که ممنوعیت همینجا یه سوالی که چون از دوستان پرسیدن دقیقاً به همین قسمت توضیحات شما مربوط میشه، پرسیدن آیا مرجعی یا وبسایتی خاصی هستش که بتونیم این اچ کدها یا تعرفه های ترکیه رو از توش پیدا بکنیم؟ مرجع که خب یه سری مراجع هستش که به هر حال سیستم خود دولت ترکیه و حالا چه به صورت دولتی چه خصوصی رفرنس هایی هست، ولی هزینه هاش بالاست. یعنی اکثرا برای شرکت هایی که به صورت فقط یک مورد میخوان کاری انجام بدن نمیصرفه اون هزینه ها رو اجرا کردن. اکثرا شرکت هایی که بازرگانی به یا حتی خدمات گمرکی دارن میدن این هزینه ها رو پرداخت میکنن، این رو دسترسی دارن به این سایت ها و سایت های مختلفی هستش. ولی خب اونی که کدومش بتونه جوابگوی نیاز اینها باشه یه موضوع دیگه ای هستش.
بسیار عالی. و اینی که خب همشون همه چی رو ارائه نمیدن، یه بخشیش رو ارائه میدن یه بخشیش رو ارائه نمیدن. همه اینها هست. شما خودمون مثلا توی مجموعه خودمون به چندین تا مجموعه مختلف دسترسی پیدا میکنیم و در واقع اشتراکش رو گرفتیم تا اینی که بتونیم تجمیع کنیم این اطلاعات رو به مشتری هامون ارائه بدیم و این کارشناسای ترخیصکارمون و مشاورانی که در کنار ما دارن فعالیت میکنن برای ما این سرویس رو میدن. یه بخشیش رو خودمون در اختیار داریم، یه بخشیش هم از بیرون از مجموعه داریم میگیریم این اطلاعات رو. ولی خواهش میکنم، نمیدونم تونستم جوابگو باشم یا نه. خواهش میکنم. ادامه کوچیکی داشته باشم ندا جان، ببخشید. بله توی همین زمینه حالا از ندا خواهش میکنم یکی از صفحات نمونه‌ای در واقع فایلایی که برای مشتریامون داشتیم کار میکردیم و شیر بکنن. تو بحث همین اشیز کد اما انقدر با تغییرات جزئی در واقع میتونه تغییر داشته باشه که بعضا میتونه حتی با یک مهارتی در واقع استفاده بشه، جور دیگری محصول معرفی بشه توی اسنادش که نه حالا راهکارهایی که هست و به این راحتی در واقع نمیشه شناساییش کرد و یا حتی میشه در اینو از طرفندهای استفاده کرد که دقت توی اون طبقه بندی هم میتونه تو افزایش قیمت ها یا حتی ورودش تاثیرگذار باشه و یا حتی با اشتباهش میتونه خیلی منجر به هزینه های گزافی بشه. یعنی هزینه های ارجاع، هزینه های مشکلی که وقتی اسناد نمیخوره با کد تعرفه باید انبارش بکنن و بمونه و جریمه بخوره، اینها در واقع سربار میشه. بله متشکرم. خب ندا جان در ادامه توضیحاتتون در ادامه توضیحات خدمتتون همونطوری که الان باز آبان جان اشاره کردم، ما یک حس کدی که گفته میشه چند بخش هستش. اصولا وقتی که حس کد اگر بخواد خیلی دیتیل باشه، من یک حس کد رو توضیح بدم، یک 4 رقمی هستش. الان یه شیرش میکنم اگر با اجازهتون. یکی از فایل ها رو دیده میشه این صفحه‌ای که شیر کردم الان. ببینید اینجا اگر نگاه کنیم بالا من یه توضیح چیز هستش، مثلا کد 6404 اینجا نشون داده میشه. حالا یه مقدار ریز هستش، متأسفانه نمیتونم درستش کنم. این مثلا کد 4 رقم اول سمت چپ هستش. بعد از این 4 رقم بعدیش میاد این پایین تا 12 رقمی میره. هر چقدر این 12 رقم رو بتونن به ما بدن، بهترین اطلاعات رو ما میتونیم در بیاریم واسه اونها. اگر معمولا 8 رقم ارائه میدن، وقتی 8 رقم ارائه میدن ما اون روی این جدول رو در میاریم، 4 رقم اولش رو در میاریم ببینیم جزو کدوم یکی از این دسته ها قرار میگیره و این باعث میشه که به ما نشون بده. این حالا مثلا در خصوص یه موردی هستش در خصوص کفش‌های ورزشی و لباس‌های ورزشی هستش. حالا بیشتر کفش ورزشی که به صورت جفت حتی در نظر گرفته و مالیات ارزش افزوده 10% داره و حدود مالیاتیش حالا اوریجی که اینجا زده 16.5 تا 17.5% هم به ازای مثلا قیمت فاکتور داره، ازش مالیات گمرکی گرفته میشه. بله. اگه امکانش باشه ندا جان همون جدول قبل یه کمی درشترش بکنید این طرف، اون بحث همون میخوام یه ذره درشترش کنم که نشون بدم ببینم میتونم درشتش کنم. ستونهای سمت راست همون بحث مبدأ که ما برای بعضی از کشورها
فکر میکنم مثلا سنگاپور باشه، فکر میکنم یا ونزوئلا مثلا صفره. یعنی یه سری از کشورها مثلا بزرگ شد تعرفه بورسش صفحه. بله بله بهتر شد. بیاین پایین، بدید یکم سفر بالا، یکم سفر بدید بالا که بیاین تو دل جدول. آها درسته. ببینید اینجا توی در واقع ستون‌ها، بعضی از ستون‌ها تعرفه گمرکی خورده، بعضی از ستون‌ها صفره. اینا به خاطر کشور مبدأه و به خاطر همون توافقاتیه که شده میتونه تعرفه هاشون صفر بشه. بسیار نه الان کشوری که ایران جزو این اگه بخوام چیز کنم TPS OIC هست که حالا اگه بخوام این رو توضیح بدم در واقع میره جزو اتحادیه کشورهای اسلامی. ما جزو کشور از این کانال دارن برای دور زدن تحریم ها دارن استفاده میکنن، به عنوان اتحادیه کشورهای اسلامی دارن از ایران به ترکیه وارد میکنن. و اینجا الان چیزی که هستش دقیقاً 16.9 الان بهتر دیده میشه. تعرفه یکی از این کشورها به سمت ترکیه داره وارد میشه و یه سری محصولاتش هم روی 17% هستش که این مثلا من بخوام یه ذره درشت‌تر نشون بدم، نگاه کنین اینجا مثلا شماره‌ای که خورده هر کدومش جداگونه تفکیک شده است. مثلا کفش ورزشی اینجا اسپور آیاکابلاره، تنیس آیاکابلاره یعنی کفش بابت ورزش تنیس یا بسکتبال. بعد این یکی مثلا این با 11.20 اینجا، این بعدیش 19.10 لباس های جزو چیز همین ها رو به صورت زیر شاخه‌ای اومده میگه که مربوط به مردانه هستش. پایینیش 19 10 11 12 که میگم تفکیک میشه اینجا هستش که مثلا 11 این رقم دو رقم سمت راست 11 وقتی از جزء لباس‌های یا کفش‌های ورزشی مردونه است، 12 که میشه زنانه. حالا اینجا تعرفه‌اش قیمتش تفاوتی نمیکنه، ولی بعضی جاها چون تعرفه فرق میکنه خیلی مهمه. یا مثلا بیایم این پایین مثلا 64.04.20 اینجا مثلا میاد همین تفاوتش دقیقاً اینجا میتونیم چیز کنیم. شاید توی این جدولمون که تعدادش اینجا مشخص چیزش، ولی خب بخوایم بشماریم 3 4 5 6 7 تاش مثلا یه تعرفه رو داره، دو تای آخر تعرفه 17% داره. اگه اشتباه محاسبه بشه درسته که شاید اینجا ما میگیم 0.1%، ولی همون 0.1% توی تیراژ بالا یه عدد درشتی رو به ما میده. بسیار. یا مثلا ما بفرمایید. نه من خواستم تکمیل صحبت‌های شما بگم که یه مسئله که پیش میاد و به کرات داره پیش میاد، بعضا این اشتباهات چون فکر میکنن اون 8 رقم اول یا رو 4 رقم اول 8 رقم فوکوس داشتن، وقتی وارد گمرک میشه تا میاد اسناد تعویض بشه و این اصلاح بشه که این داره با چه اشسکودی وارد میشه، ممکنه بین 1 روز 2 روز، حالا اگر به تعطیلات ترکیه بخوره حتی ممکنه تا 1 هفته 10 روز در واقع تو انبار بمونه یا اونجا بمونه و اینها هزینه های جرایم اضافه هم بهش میخوره که اصلا جزء هزینه های پیش بینی نشده است، تا بیان در واقع ادیت بکنن، با اون ادیت وارد بشه و با اون هزینه ها داخل بشه. بله بسیار عالی. مرسی. مورد دیگه که بخوام من توضیح بدم این قضیه، این بحث که اصطلاحاً حالا اینجا اومده 4 حرف اول رو در ورده که مخفف کرده، در واقع این رو من خدمتتون بخوام بگم که دقیقاً چی هستش. Kaynak kullanım destekleme fonu این در واقع صندوق حمایتی هست، یه جورایی میشه گفتش که بحث یارانه هستش. برای چه جوری داره این رو انجام میده؟ از وارد کننده 6% از اون مبلغ در واقع وارداتش رو دولت میگیره
برای به عنوان چیز در صندوق حمایتی در نگه میداره، واسه موارد دیگه یارانه میده برای تولید کننده داخلیش. ندا جان یه سوال، این 6% الان علاوه بر اون مثلا 16-17% یکی بالا بله میگرفته؟ بله، بعضی جاها دقیقاً این به غیر از اون 6% اینجا مثلا واسه چون خود ترکیه توی بحث پوشاک فعال هستش، 6% این رو در نظر میگیره واسه یارانه بتونه به تولید کننده داخلی خودش هم کمک کنه، ولی چون نمیتونن کامل پوشش بدن به خاطر همین اجازه ورود رو داره میده. حالا تعرفه شم از لحاظ تعرفه مالیاتیش باز بد نیست، 16-17% در مقایسه با یه سری از محصولاتی که قیمت خیلی بالایی رو مبلغ در واقع درصد خیلی بالایی روی مثلا ما 58.5% داریم، 67% داریم، یعنی عملا تا بیاد بیرون 100% قیمت میره بالا، یعنی اصلا توجیه اقتصادی نداره که بخواد طرف اون رو به صورت در واقع چی میگن محصول تمام شده وارد ترکیه بکنه. شاید ما اونجا میایم برآورد میکنیم، بررسی میکنیم که آیا اون محصول میتونه اینجا مثلا بیاد از فضای تولیدهای یه صورت جوینت ونچری وارد با یه سری شرکت‌های دیگه وارد بشه، مواد اولیه رو وارد کنه و اینجا محصول نهاییشو بسته‌بندی کنه و به اسم مثلا ترکیه تولید کنه. اونجوری شاید بشه، ولی خب محصول به محصول آره محصول به محصول تا متفاوت. توی محصولاتی آره بستگی به محصول ما این راهکار رو میتونیم بدیم بهشون. بسیار عالی. اون در واقع همون کاری که در واقع شعار ما این هستش که بانجان اینجا مطرح نکردم، من مطرح میگم، ما میگیم همتایابی برای شرکت ها، یعنی بی تو بی، همتایابی برای شرکت ها که بتونن هم در اشل همدیگه بتونن وارد قرارداد بشن و حالا اون رو تسهیلگریش رو شرکت ما داره انجام میده. بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم. حالا غیر از بحث HS کد و این بحث تعرفه‌ای که یکی از حالا مواردی هستش که قطعا باید بهش پرداخته بشه، غیر از اینها چه موارد دیگه برای بحث بیشتر حالا جنبه گمرکی داره، موانع غیر تعرفه‌ای که موارد گمرکی؟ خب یکی از مواردش که بخوایم جز کنیم در واقع خارج از موارد گمرکی، ولی عملا تا این اسناد مدارک به گمرک ارائه نشه محصول اجازه ترخیص پیدا نمیکنه. مجوزاتیه که از سازمان‌های مختلف بسته به نوع کالا باید اخذ بشه. بله. که مثلا بعضی از محصولات، که اغلب محصولات، یعنی بعضی از محصولات نیستش، میشه گفت اغلب محصولات باید از وزارت کشاورزی اینجا مجوز بگیره. مواد شیمیایی میخواد باشه، میخواد باشه، خدمتتون عرض کنم مواد غذایی باشه. خیلی از محصولاتی که شاید به ذهنمون نیاد چون تاثیر توی بحث محیط زیستی داره و خیلی مواردهای دیگه، فقط صرفا این نیستش که وزارت کشاورزی بیاد صرفا که مثلا به خاطر اینه که خودمون داریم تولید کنیم نمیدم، بحثایی که محیط زیستی رو هم در نظر میگیره. مثلا مواد شیمیایی حتما باید مجوز وزارت کشاورزی رو اخذ کنه، مواد غذایی که 100% مواد غذایی غیر از البته این چیزایی که میگم سازمان غذا و دارو باید مجوز بده، سازمان بهداشت باید مجوز بده، همین ها اینجا هم هستش. بسیار عالی. من یه سوالی یکی از دوستان کرده جوابشون بدم. بفرمایید. ببینید بحث مجوزها رو حالا به صورت کلی که بخوایم بگیم، همونجور که ندا جون گفت، بعضا میره برای یک وزارتخونه یا دو وزارتخونه که مرتبط هستن. مثلا برای محصولات مثل خب غذا و مرتبط با کشاورزی مشخص کشاورزی، بعضا برای داروی اینها میره برای وزارت بهداشت، میره برای وزارت دفاع. اما یه مقدار که بحث پیچیدگی مطرح بشه،
در واقع ممکنه با چند تا وزارتخونه سر کار داشته باشیم. مثلا وقتی که میرسه با آنالیزی که انجام میشه، یعنی بخشی از همین سوالی که پرسیدن که وقتی که وارد میشه باید در واقع پیگیری بشه، بخشی از مجوزها همون در واقع آنالیزیه که تایید بکنه بسته به نوع محصول، آزمایشاییه که محصول وقتی وارد خاک ترکیه میشه باید در واقع بررسی بشه و اون موقع بعد مجوزاتش گرفت. که حتی بعضا در مواردی بوده که با مذاکره هم شده که در واقع اون مجوز کسب شده، اما عمدهش برمیگرده به زمانی که بار میرسه وارد خاک ترکیه میشه و بسته باز به اون چیز کدش و بسته به موضوعیتش که با چند تا وزارتخونه یا با چند تا نهاد درگیر هست، مجوزها باید اخذ بشه. هزینه های مجوزها بسته به حالا یه چیزی رو من این پارانتز بگم وسط. ما اینجا حالا یه کاری میتونیم بکنیم با توجه به صحبت هایی که من اخیراً داشتم، که میتونن دوستان قبل از اینکه بار رو بیارن توی گمرک و هزینه در واقع انبار رو بخوان، انبار گمرکی اینها رو بدن، قبلش اقدام بشه برای اخذ مجوزها، بعدش بارگیری بکنن و بیارن. ولی خب همه اینها باید مستلزم این هستش که یه در واقع استراتژی تعریف بشه واسه کارشون. اینجوری نشه که مثلا ما این مجوزها رو گرفتیم بعد طرف پشیمون بشه و نتونه از عهده این کار بر بیاد. معمولا به خاطر این قضیه میگن توی گمرک که طرف بیاره اونجا بار اونجا باشه و مجوزها رو در واقع اخذ کنه و سریع ترخیص کنه. ولی میشود با صحبت هایی که من با گمرک بچهای در واقع ترخیص کار داشتم، یک راهکارهایی رو میتونیم بهشون بدیم که این رو قبلش هم انجام بدن. ولی خب محصول فرق میکنه، باید اون رو هم باز بررسی کنیم. حالا یه نکته دیگه هم که اینجا مهمه، بعضا اون منشایی که میخوره مثلا برای ایران میخوره باید یک سری در واقع استانداردهایی رو رد کنه تا وارد خود ترکیه بشه. مشکلی که هست که اون طرف اگر مجوزی هم گرفته بشه و این طرف نتونه، ما مورد داشتیم که تو صنعت غذا از این طرف اجازه ترخیص داده نشده، حالا به دلایل مختلفی که وجود داره، اینه که تقریبا اینا باید به صورت یک منیجی بشه، یک مدیریتی بشه که نه وقفه زمانی داشته باشیم نه وقفه هزینه، یعنی هدر رفته هزینه داشته باشیم. معمولا هزینه مجوزها از 4-5 هزار لیر بسته به وزارت خونش هست، 10,000 لیر هست، 14,000 لیر هست، 6,000 لیر هست، حتی 20,000 لیر هست، 25,000 لیر هست که باز ممکنه به این بخوره که با یک کانتینر در واقع داره میاد یا با 10 تا کانتینر داره میاد. این تاثیر میذاره توی هزینه، چون هر بار میخواد وارد بشه یک بار اخذ میشه برای هر شرکت، توی یک مرحله اخذ میشه. یک مرحله است. یه سوالی هم پرسیدن برای آزمایشگاه مطبقه. متاسفانه این رو باید بگم که توی بحث مواد غذایی تا جایی که من میدونم و حتی مواد شیمیایی، آزمایش هایی که داخل ایران انجام میشه معتبر نیست. به خاطر همین باید حتما این محصولات به نوعی وارد جذب بشه. در واقع توی حالا ترکیه یا کشورهای دیگری این توی آزمایشگاه‌های معتبری که به صورت در واقع استاندارد بین‌المللی دارن اونجا گرفته بشه. و اینی که حالا یه چیزی میخواستم جز کنم، اینی که این بحثش با زمانی که محصول میاد یک بار دیگه آزمایش میشه. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم که مثلا اون آزمایش اولیه‌ای که توی سرتیفیکیت و مجوز دارن میدن تموم شده هستش و میذارن کنار. به ازای هر باری که میاد مجددا آزمایش میشه که بر اساس اون تطبیق بدن و مطمئن بشن که محصول بر اساس اون استانداردی که قبلا مجوز ارائه شده عین اون هست یا نه. اگر عین اون نباشه مرجوع میشه و اون هزینه‌ای میشه برای کل هزینه‌ها و ضررهایی میشه برای خود صادر کننده.
بله در واقع دقیقا. ضررش اینجا میشه که بسته به حجمه، یعنی اگر تو اون حجم آره دیگه. بتونن حجم بیشتری بیارن، این در واقع سرشکن میشه کل هزینه هاش. آبان جان منم یه توضیح اینجا بدم به دوستان، حالا در تکمیل فرمایشات شما. بله یه بحث به حال گرفتن سرتیفیکیت ها و استاندارد ها ما داریم که اصلا خب این از خود ایران اول میتونه انجام بشه، یا حتی ما ممکنه حتی از سرتیفیکیت ها یا استاندارد های خارجی هم اخذ کرده باشیم، حتی اروپایی اخذ کرده باشیم. این چیزی هست که ما برای نشون صدای دادن. صدای منو داری؟ دور بگیره یا بگه با وجود سرتیفیکیت میتونه برخی از مجوزها نباشه. دو تا سوال اینجا پرسیده شده که من اینو اگر اجازه بدین جوابشون رو بدم. یکی SGS زمانی انجام میشه معمولا که در واقع بار اومده توی گمرک و میخوان ترخیص کنن و تطبیق دقیقاً آنالیز اولیه با آنالیز ورودی بار هستش. اون مورد قبول هست، ولی قبل از اینکه ما میگیم سرتیفیکیت یه بحث دیگه است، با مجوز یه چیز دیگه است. یه مقداری فکر میکنم اینجا یه تز وجود داره، چی میگن، بله، سرتیفیکیت تناقضی بیشتر وجود داره. برای مشتری نهایی که میخواد محصول رو بگیره اهمیت داره، نه برای خود دولت. آره، مجوزهایی که ما داریم از دولت میگیریم بر اساس پایه آزمایش ها و حالا نمونه هایی که میاد و کارهایی که داریم انجام میدیم و مجوزها رو اخذ میکنیم، اینها یک طرف داستان هست. سرتیفیکیت های دیگه ای که مثلا میتونه سرتیفیکیت های از استانداردها باشه، اون یه بحث دیگه ایه. SGS دقیقاً آنالیز محصول هستش بر اساس اون چیزی که مجوز گرفته شده برای وارد کردن. اینها رو با هم دیگه اشتباه نگیریم، اینها خیلی مهمه. و یه مورد دیگه هم نوشتن که آیا با شرکت شما قرارداد داشته باشیم به هر دلیل در گمرک ترکیه ریجکت بشه، مسئولیت زیان با کی هستش؟ شما خانم آبان جواب میدید. ببینید، در واقع وقتی که قرار باشه ما مسئولیت این کار به عهده بگیریم، حتما توی قوانینش از ابتدا شما در جریان جزئیات، هزینه ها و فرآیندها میذاریم و این هماهنگی ها در واقع استپ به استپ بهتون اعلام میشه. بر اساس اون هماهنگی ها میریم که ریجکتی صورت نگیره و در صورتی که همه چیز طبق اون برنامه ها پیش بره، قطعا با بهترین شرایط شما ترخیص میشید. من یک مثال بزنم، حتی تو بحث ثبت برند که خب خیلی از دوستان الان بخوان روی بحث برند با برندشون وارد بشن، خیلی مهمه که برندی که دارن ثبت میکنن چه مشخصاتی داره، یعنی اورژین محصول خیلی مهمه و اگر امکانش باشه که ما بتونیم در واقع رو بحث اورژین محصول هم ورود بکنیم، اینا از ابتدا میبینیم که خیلی از مشکلات نهایی رو با مشتری اند یوزرمون بخوایم حلش بکنیم. ضمانتنامه ها اینا باید به صورت اینکه چه حجم کاری دارید، به چه صورت اچ اس کدش عنوان بشه، بررسی بشه توسط کارشناسای ما. اگر که در واقع توی توافقاتی که انجام میشه میتونیم در موردش صحبت بکنیم، چون محصول به تضامین ها محصول به صورت دو میزانش طرفه میشه دیگه. بله، هم به خود محصول بستگی داره، هم به میزانش و به مدتش. چون بعضی از قراردادهایی که ما اینجا داریم میبندیم، قراردادهایی که چون وارد زنجیره تامین یک کارخونه شدن، به صورت در واقع موقت نیست و به صورت یک چرخه‌ایه که باید این رو ساپورت کرد و قطعا خب اونجا تضامینی هم میتونه وجود داشته باشه. فکر کنم که نت شما یکم ضعیفه، درسته؟ نداریمتون تصویر. الان صداتون عالیه. آره صدا هم من تصویر رو قطع یه کردم چیزی هم چون می‌خواستیم ظاهرا آره نت هم قطع شد، یعنی ضعیفه، به خاطر این تصویر رو قطع کردم. من آره چیزی میخواستم بگم که البته بعد که برگشتم دیدم که ندا جان توضیحش رو دادن. من دقیقا همین نکته رو میخواستم اشاره کنم که اون گرفتن سرتیفیکیت ها حتی ممکن از در واقع ایزو ها و استانداردهای اروپایی هم اخذ بشه، ولی اون بیشتر به قول شما جنبه‌ای داره که برای ارائه به مشتریان هستش. مجوز اصلا کاری نداره که شما هر سرتیفیکیتی گرفتید رو میگه من خودم اینجا، چون برای مجوز واردات به اون کشور هست، هر کشوری برای خودش اینو داره. البته بعضی کشورها به خاطر
در واقع توافقات و تفاهمنامه هایی که بین اداره های دولتی اون کشورها هست ممکنه که مجوزهای طرف مقابل رو قبول بکنن. به عنوان مثال مثلا ما الان با روسیه که داریم کار میکنیم، خب بار که داره ارسال میشه مثلا مواد غذایی، محصولات شیلاتی که ارسال میشه، به خاطر تفاهمنامه‌ای که وزارت دامپزشکی روسیه با ایران امضا کرده، میگه آقا برخی در واقع آزمایشگاه‌ها یا برخی شرکت‌های تولیدی رو من بهشون این مجوز رو میدم که خودم بازدید کردم، یعنی نیرو میفرستن بازدید میکنن، خودشون مستقیما بهشون مجوز رو میدن و اونها دیگه در واقع پذیرفته هستش. حالا تو ترکیه هم ممکنه که همچین تفاهم‌های وجود داشته باشه، ولی در کل اصلا هیچ ربطی به این که ما آزمایشگاه‌هامون اینجا معتبره یا نیست یا استانداردهای خاص داره یا نیست این بحث مجوز نداره. کلا ترکیه به خاطر بحث‌های حمایت از تولید کننده داخلیش خیلی سختگیری داره، یعنی کلا و قوانینش هم خیلی مرتب در حال عوض شدنه. حالا من اضافه کنم، شما در مورد موانع غیر تعرفه‌ای پرسیدید. با توجه به اینکه زمان زیادی هم نداره، ببینید بعضا باید مراجعه کرد به سایت هایی که حالا اطلاعات رو در دسترس میذارن و یا حالا اون جایی که ما کد شناسه داریم میتونیم در واقع ازش یه سری اطلاعاتی بگیریم. برای مثال الان ظرفیت داخلش خوبه، الان شرایطش اوکیه، فعلا تا چند ماه در واقع جوری تعرفه ها رو میبره بالا و اجازه واردات نمیده، یا بعضا حتی ممکنه عکسش باشه. الان نیاز به این محصول داره و یا سیستم تولید کنندش نیاز به این محصول داره، این رو حتی برای مدت طولانی، حتی ممکنه برای 1 سال هم قبول بکنه و مشکل شه. به خاطر همینه که ما تاکید میکنیم حتما چک بکنن، حتما با کارشناسای متخصص این قضیه مشورت بکنن و در نظر داشته باشن که محصولی که در واقع قصد واردات داره به تو خاک ترکیه تو کدومی که از این دسته ها قرار میگیره که بهشون هزینه‌های اضافی هم تحمیل نشه، هم در واقع بتونن اون سود قابل توجهی که در نظر دارن رو بتونن بهش برسن. بسیار عالی. یه چند مورد از این موانع غیر تعرفه‌ای رو میشه اسم بیاری؟ چون دوستان الان سوال کردن، میگن منظورتون تبدیل به حالت DDPه؟ ببینید برای مثلا من دیدم که چند ماه پیش بود، 7-8 ماه پیش بود که ما برای محصول MDF و حتی بعضن گاهی برای میلگرد زده بودن در واقع توی این حوزه ممنوعیت وجود داره، چون تولیدشون به اندازه‌ای بود که در واقع اجازه ورود نمیدادن. برای 2 ماه 3 ماه این کنترل شده بود و بعد از اون 2 مرتبه برای مدتی باز شد. یا همین الان ما وقتی که توی بحث صادرات، توی جدول صادرات و وارداتش نگاه بکنیم، همین بحث پوشاک چرا اینقدر تعرفه بالایی میخوره؟ به خاطر اینکه در واقع انجام نشه، وگرنه بهای تمام شده یک پوشاک توی ایران به مراتب پایین‌تره. یا چرا مثلا محصولات بر پایه گندم یا نشاسته اینقدر در واقع تعرفه گمرکی میخوره؟ یا حتی آب میوه ها فکر میکنم که 57-60 درسته؟ 58.5%. 58.5 فقط صرفا 58.5% فقط گمرکیشه. حالا اون بحث کادوش و بقیه آیتم ها رو مثلا همون صندوق در واقع یارانه ایش و اینا رو حساب کنیم خیلی بیشتر در میاد، یعنی تا حتی فکر میکنم تا 80% 85% هم میاد بالا. فکر کنم یه سوال دیگه هم پرسیدم. بله، میگن درخواست دموراژ اونجا. ببینید دموراژ من اشاره بهش کردم. دموراژ اگر به هر دلیل اسناد مشکل صداتون ضعیف آبانا. صدای من ضعیفه الان؟ نه من دارم اوکی. صدا خوبه. ببینید دموراژ من اشاره بهش کردم، اگر به هر دلیل اسناد مشکل داشته باشه و یا امکان ترخیصش نباشه، بسته به اینکه این محصول فاسد شدنیه، نیاز به یخچال داره، نیاز به نگهداری داره، با تعرفه های مختلفی یک در واقع شامل نگهداریش میشه توی گمرک و اینا. مثلا تا حتی بعضن اگر که ارزش محصول به اندازه‌ای نباشه و محصول فاسد شدنی باشه، حتی اندازه 20 روزش رو باید زودتر پرداخت بکنند
برای بعضی از محصولات خوراکی ما داریم. 20 روز باید پرداخت کنن تا بتونن اون در واقع موانع رو رفع بکنن، مجوزها رو بروز بکنن، اسناد رو بروز بکنن و این خودش هم هزینه‌های پیش بینی نشده که وارد میشه. اما بحث موانع غیر تعرفه‌ای برمیگرده به در واقع قوانینی که حالا شامل حال خود گمرک نمیشه، اما چون شامل حال حمایت از تولید کننده میشه، اتوماتیک در واقع روی پروسه ترخیص گمرکی هم تاثیرگذار خواهد بود. این هم در نظر بگیرین که اینها ما فقط داریم امروز روی بحث گمرکی صحبت کردیم. مسائل هزینه‌های حمل و در مسائل همون انبارداری و مواردهای دیگه‌ای هم هستش که هزینه‌های دیگه‌ای رو هم بهش اضافه میکنه. بله درسته. باز بحث قرنطینم هست که خب بعضی از محصولات ممکنه حتی قرنطینه بخواد بخوره، این هم خب اضافه میشه بهش. بسته باز به کشور مبدأ. باز اگه سوالی هست که حالا سوال دیگه نوشتم. بله گفتن آیا در حوزه پتروشیمی و فلزات کالای خاصی مد نظرتون هستش که ترکیه تسهیلاتی برای واردات اون ایجاد کرده باشه، هرچند مقطعی؟ ندا جون شما میگید من بگم فرق نمیکنه. اصولا حالا من نمیدونم این سوالتون آیا شما دسترسی به این محصولات دارین یا نه. ما از همون اول صحبتمون بر این پایه بودش که با حس کد رو به ما بدیم و ما بررسی کنیم ببینیم که وضعیت در واقع محصول چی هست. ولی اینی که این قضیه رو بخوایم بگیم که آیا ترکیه نسبت به بعضی از محصولات تسهیلات قائل میشه یا نه، بله قائل میشه. مثلا همون بحث که گفتم بحث صندوق یارانه‌ای، حالا من اسمشو گذاشتم ترجمهش رو، اون مثلا برای بعضی از کالاها برای حمایت از وارداتش صفره، یعنی هیچ هزینه‌ای بهش تعلق نمیگیره. یا مثلا همون درصد گمرکی که داره میگیره از واردات پایین‌تر در نظر میگیره. بعضیا مثلا روی الان اونجایی که بررسی می‌کردیم مثلا توی کفش روی یک جفت کفش داره صحبت میکنه، ولی بعضی از محصولات شاید مثلا حالا بریم جلوتر روی کیلوگرم داره بحث میکنه، بعضی رو روی توناژ داره صحبت میکنه و اینها همش به خاطر همین ما میگیم پیچیدگی. یعنی اون محاسبه‌ای که باید بشود که بگیم که نهایت این محصول مثلا روی یک کانتینر 20 تنی چقدر می شود، چه هزینه‌ای داره، باید نوع محصول مشخص باشه تا ما بتونیم محاسبه بکنیم ببینیم که این رو ما گمرک بر اساس اولا مجوزاش به چه اساس هستش، تسهیلات مجوزاش چجوری هستش، بعدش هزینه‌های گمرکیش بر اساس کیلوگرم، بر اساس لیتریه، بر اساس توناژ، بر چه پایه‌ای داره اون درصد رو میگیره که تا بتونیم بهترین مشاوره رو بدیم بهتون. توضیحات ندا جون کامل بود. من فقط یه نکته رو بگم بسته به اون نشست کدی که حالا هست تو بحث همین موانع غیر تعرفه‌ای، بعضی وقتا میتونه این موانع در واقع به نوعی فرصت هم باشه. یعنی نیاز به یک محصول پتروشیمی خاص میشه حس میشه، حالا بسته به اینکه ببینید الان ما بحث صادرات خودرو توی ترکیه خیلی افزایش پیدا کرده، قطعات خودرو این نشون داره میده که پس تولیدات رفته بالا. وقتی تولیدات میره بالا، مواد اولیه مرتبط با اون تولیدات اهمیت پیدا میکنن و بسته به در واقع رویکردهایی که توی تولیداتش هست و درخواست‌هایی که تولید کنندگانش دارن، ممکنه برای یه مدت یک سهمی خاصی برای یک در واقع ماده ایجاد بکنه یا یک فلزی یا یک در واقع محصول کالا ایجاد بکنه، محصول خامی که خوشموقع باشه برای ورودش و برای وارداتش به ترکیه. بسیار عالی، متشکرم. من حالا یه در مورد خصوص سوال قبلی که دوستان پرسیده بودن تعرفه های موانع غیر تعرفه‌ای، حالا اشتباه هم سوالشون نوشتن، موانع غیر تعرفه‌ای منظور DDP یا ترم های در واقع اینکوترمز نیستش. این DDP یا FOB اینها در واقع ترم های قانونی به کالاست، ربطی به در واقع موانع غیر تعرفه‌ای نداره. ما هر عامل دیگه‌ای غیر از تعرفه بالایی که ممکنه اون کشور وضع بکنه برای واردات کالا، مثل حالا همین آب میوه‌ای که
دوستان اشاره کردن که تعرفه 58.5% داره که عملا این باعث میشه که بهای تمام شده برای وارد کننده یا حالا از اون طرف صادر کننده انقدر زیاد بشه که نه صرف این کار رو انجام بده. اینا رو بهش میگن موانع تعرفه‌ای. از اون طرف یه سری موانع دیگه که باز اشاره کردن دوستان، مثل سوبسیدها، مثل یارانه ها، مثل بله. ممنوعیت های مقطعی که رو برخی در واقع کالاهای خاص میذارن، یا یه سری مجوزهای خاصی که برای واردات در واقع طلب میکنه اون کشور وارد کننده، اینها رو بهش میگن موانع غیر تعرفه‌ای، یعنی که ربطی به تعرفه کالا نداره ولی در هر صورت مانعیه برای دقیقا. واردات اون کالا. یا قوانین ضد دامپینگ همینطور، این هم جزء موانع بله. غیر تعرفه‌ایه. حالا بعضا میتونه توش فرصت باشه، ولی من تکمیل بکنم صحبت شما رو با توجه به واژه‌ای که پرسیدن. ببینید، فرض بر اینه که در واقع در اکثر مواقع ما روی تحویل DDP داریم صحبت میکنیم، یعنی در واقع مقصد بخوان ترخیص بکنن. حالا بعضا یه سری دارن کار صادرات میکنن، مشتریشون رو دارن، FOB تحویل میدن، اون طرف هم روال مشخصه. ولی واقعا دیگه الان چون داریم تمرکز میکنیم رو بحث ارزش افزوده و معتقدیم که باید یک سری نوآوری‌ها یا یک سری در واقع سولوشن‌های جدید و هوشمندی داد برای گرفتن این سهم بازار و مثبت کردن این ترازها و حالا به دست آوردن توسعه بازار بزرگتری، اونجا ما داریم میگیم که به فرض بگیرید که خودتون قراره در واقع به صورت DDP بیاریدش داخل، یعنی تمام هزینه ها رو انجام بدید و مقصد تحویل بدید. این در واقع اگر بخوایم که از نظر نوع ترخیص، محل ترخیص باشه، بهتره که بگیم داریم روی این نقطه داریم بحث میکنیم و اینجایی که باید برآورد هزینه ها کامل بشه. ولی همونجور که شما گفتین بحث موانع تعرفه‌ای در واقع همینجوره که قوانین دیگری سوایی از قوانین گمرک که شما بهش اشاره کردید. بسیار بله. متشکرم. خب در ادامه صحبت ها اگر حالا تو آیتم ها که یادداشت کرده بودیم چیزی باقی مونده که میخواید بهش اشاره بکنید؟ خب موضوع که خیلی زیاده، جایی بحث که خیلی زیاده، ولی باز یکی دیگه از مسائلی که خب خیلی مطرحه بحث انبارداریه، که باز انبارهای دولتی هست، انبارهای غیر دولتی هست. آیا بسته به اینکه شرایط خاص حفاظتی داره، یخچال میخواد، انجماد داره، دمای خاص میخواد، دارویی، همه اینها خب خیلی در واقع میشه کاهش هزینه ها داد و متاسفانه بعضا شاید به اشتباه راهنمایی بشن به خاطر اینکه در هزینه‌های بالاتری بهشون تحمیل بشه. مثلا ما یه سری انبارهای دولتی داریم که خب میشه از اینا خیلی خوب و خوش قیمت استفاده کرد، فقط اینا تو شرایط خروجش، یعنی شما مثلا یه پارت بخوای از جنس تو بری از انبار خارج کنی یا کل پارت تو بخوای خارج بکنی، اونجا مثلا یه هزینه انبارداری مثلا $100 باید پرداخت بکنی. خب این نمیصرفه که بخواد خورد خارج بشه. بهتره که کارهایی در واقع بازاریابیش انجام شده باشه که به یک باره در واقع با یک هزینه خارج بشه. اگر اینا رعایت بشه که خب مباحث انبارداری هم خیلی توی هزینه ها میتونه برآورد هزینه ها نقش داشته باشه و باز بسته به اینکه تحویل میخواد بشه تو چه نقطه‌ای. مثلا من پیروز داشتیم یه موردی رو بررسی میکردیم که دیدیم که اگر با قطار اینو بیاریم خب خیلی ارزون تر میشه. مسئله‌ای که بود آخرین ایستگاه گمرک قطار 40 کیلومتر با استانبول فاصله داره و خود همین هزینه 40 کیلومتری که باید بار انتقال داده بشه باز قابل توجه میشد و جای کار داشت که ما بخوایم استعلام‌های قیمت بگیریم. پس باز با اینم با همون حالت DDP، اما چون با قطار داره انجام میشه، محل گمرکش که عوض میشه توی هزینهش تاثیر گذاره. در کل اینا مواردی بود که توی برآورد هزینه بعضا دوستان دقت نمی‌کنن و شاید یه جذابیتی براشون داشته باشه که خب مثلا این محصول میتونه با توجه به تفاوت قیمتی خیلی میتونه بازار خوبی داشته باشه. ما همیشه اشاره میکنیم که همه اینا رو در نظر بگیرید. شاید بشود به کمک ترکیه استفاده کرد و محصول رو برای کشورهای دیگری برد، ولی ما نمیگیم اینجا راه حل نهایی ادامه بسته میشه. ولی خب به هر حال ما اینجا هستیم که راهنمایی کنیم و کمک کنیم که بتونن در واقع این برآورد هزینه رو به درستی انجام بدن. بسیار عالی. من یه دونه سوال کنکوری هم بپرسم ازتون. یه وقتایی معلما میگفتن که این سوال بله. کنکوری نکته داره. شما بیشتر توصیه میکنید که با گمرک خود استانبول در واقع سر و کار داشته باشیم ما و بارا از اونجا ترخیص بشه یا جاهای دیگه ای رو پیشنهاد میکنید؟
باز من میگم که بستگی به کالا داره و بستگی به مقصدش داره و حجمش داره. دقیقا. باز نمیشه اینه یه قانون کلی براش گذاشت. بسیار جز نیستش که فرمول ثابتی نداره. دقیقا. ولی خب چه چیزایی بیشتر خود استانبول رو پیشنهاد میکنید؟ مثلا تو چه حوزه‌ای بیشتر خود استانبول رو پیشنهاد میکنید؟ اصلا نمیتونیم ما بگیم که دقیقا چه حوزه‌ای و چه محصولی، ولی در کل باید هدف و مقصد اون کالایی که میخواد مصرف بشه کجا میخواد. مثل دارم میگم الان همین موردی رو که آبان جان داشتم مطرح میکردم، ما چون پایلوت اجرایی این محصول استانبول هست و باید از استانبول شروع کنیم فروشش رو، خب طبیعتا باید اینجا بیاد. ولی یه محصولی هستش که مثلا ماده اولیه یه کارخونه هست که مثلا توی سمت مرسین باشه، خب طبیعتا مرسین خودش بندره. یا مثلا محصولی بعداً محصولی میاد که از سمت ترکیه بخواد خارج بشه، بخواد بره به سمت کشورهای اروپایی و اینها، باز هم مثلا میره به سمت مرسین. ولی خب یه سری جاهای دیگه هم که بنادر دیگه هم هستش، مثلا توی استانبول بندر تکیردağ هستش که مثلا بعضی وقتا ولی محدود میاد، تو خیلی بندر کوچیکیه به صورت کشتی، و کشتی معمولاً توناژ خیلی بالایی رو محصولات میارن. خیلی به ندرت کانتینری به سمت در واقع تکیردağ میاد، اکثرا مثلا روی توناژهای 30,000 تن به بالا که یه دفعه کشتی رو کاملا واسه این قضیه در نظر بگیرم میاد. یه سری محصولاتی هستش که به صورت کانتینری مثلا یه دونه 2 تا کانتینر یا 5 تا کانتینر، مثلا به عنوان مثال بخوام بگم، مثلا قوره شاید بتونه به صورت کانتینری بیاد، ولی از اون ور اکثرا به صورت در واقع 90% مواقع با کشتی میاد که مرقوم به صرف ترین حالته. ولی خب زمینی هم ترکیه با ایران چون مرز مشترک زمینی داره، یه سری محصولاتی هم از راه زمینی میاد که حالا مواردی که ما من داریم. یه مثالی بزنم که کمک کنه به این بحث. ببینید الان ما مورد خود ایران تو هشگرد داره تولید میشه. جالبه که نزدیکتره به در واقع تبریز و از اون طرف بیاد، این اگر بره بندر عباس و از راه بندر عباس بیاد، ما تفاوت قیمت داریم و تفاوت قیمتش واقعا فاحشه. چیزی که برای ما خیلی مهمه بحث رقابتیه، قیمتی که ما وقتی می‌خوایم به فروش و بازاریابیش کار بکنیم، واقعا بعضی وقتا حتی $0.5 حتی در حد سنت میتونه تاثیرگذار باشه تو مباحث قیمتی. اینجایی که به دقت باید روی برآورد هزینه ها کار کرد و دید که توناژ ها رو چجوری بس، مقصد کجاست، همونجور که ندا گفت، بسته به اونا در واقع یک پلنی داد که خب این باید به چه صورت و با چه برنامه‌ریزی وارد بشه، مجازاش به چه صورت گرفته بشه. و به اضافه اینکه خب ترخیصکاران خیلی مهمه. قطعا ترخیصکار با تجربه و حرفه‌ای راهنمایی‌هایی که میکنه و مشاوره‌هایی که میده خب به مراتب خیلی میتونه موثرتر باشه نسبت به کسانی دیگه. یه سوال دیگه هم پرسیدن راجع به صادرات از ترکیه به ایران که باید بگم در واقع شرکت ما به عنوان یک شرکت بازاریابی بین الملل بین ایران و ترکیه است. حالا فرقی نمیکنه از ترکیه به ایران باشه یا از ایران به ترکیه باشه. بسیار هم عالی، خیلی ممنون. حالا با توجه به اینکه ساعت هم از 9 گذشته، اگر حالا دوستان یه وقت سوال خاصی دارن اگر بفرمایند در حد 2 دقیقه، اگر نه که یه جمع‌بندی داشته باشیم و این قسمت رو هم تموم کنیم. گفتم جنس بره دبی ری اکسپورت بشه از سمت دبی به ترکیه، تعرفه بهتر نمیشه؟ بستگی داره دیگه قاعدتاً به نوع کالا، باید هر دوتاش بسته در واقع بررسی بشه. راه‌های ارتباطی خود آقای مصباحی عزیز بله، من از سایت از طریق شما در خدمتتون هستیم.
بله دیگه، حالا مجموعه آبادیس و مجموعه آی ام لاین که این همکاری رو به صورت مشترک داره انجام میده برای توسعه بیزینس ها و کسب و حالا من کارهای ایرانی در ترکیه. میتونیم در خدمتتون باشیم. باز توضیح هست، بفرمایید آبان جان. نه، داشتم در مورد همین دبی میخواستم بگم. حالا با توجه به اقبال برند ترک همه این فاکتورها باید در نظر گرفته بشه، یعنی بسته به قیمت رقابتی و قیمتی که رقبا دارن تو بازار میدن. الان بعضن کالای ایرانی میاد ترکیه و با اسم برند ترک وارد دبی میشه. تو این زمینه خیلی اقبال خوبی بوده و الان خودمون داریم حتی تو مساحت ساختمانی داریم این کار رو انجام میدیم، تو پوشاک داریم انجام میدیم. به عکسش بستگی داره به چقدر نیاز باشه و آیا اون هزینه های ری اکسپورت کردن و هزینه های جابجایی اینها آیا ارزش رقابتی رو حفظ میکنه، چون همه اینها داره کمک میکنه به اینکه ما بتونیم مزیت رقابتیمون رو نگه داریم و اون هم قیمت. 100%. بله دقیقا همینطوره. بسیار عالی. مرسی از همگی که موندن گوش کردن، وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. مرسی از شما مهدی جان که مجددا این فضا رو ایجاد کردید. اگر دوستان نظری دارن و یا تایتلی رو بعد نظرشون هست که انتقال بدن، ما انشالله تو وبینارهای بعدی حتما در نظر داشته باشیم. حتما. خیلی ممنون از شما آبان جان. باز یه سوالی کردن، این مواردی که داریم میپرسین آقای نجمی باید بررسی بشه. ما نمیتونیم الان بگیم که بداهه این محصول با چه حجمی با چه شرایطی مستقیما از ترکیه به دبی بره، به چه شرایطی در میاد، یا اینکه از اونور این هر حمل و نقلی بحث لوجستیک خودش یه مسئله هستش که هزینه ها رو میتونه بالاتر ببره برای مصرف کننده نهایی، چون هر کشوری واسه خودش یه سری هزینه هایی رو داره. درسته دبی یکی از جذابیتی هایی که داره همین مالیات هایی که ما تو ترکیه داریم تو دبی وجود نداره، خیلی ها به هوای اون میرن، ولی یه امتیاز هایی که ترکیه داره رو دبی نداره. حالا هر کدومش به شرایط ها و مزایا و معایب خاص خودش رو داره که اینجا جای بحثش نیست. بله دقیقاً درست مرسی. میفرمایید. خیلی ممنون. شبتون با خیر باشه دوستان. حالا ویدیو رو هم که بعداً در خیر شب شما بخیر باشه. شب خدا همگی نگهدار شما. زنده باشید. خدا